سلام علیکم زنده سلامت و خانم با سربلند باشید. درباره چی به شما گفتنی بدم؟ در حدیث پیغمبر محمد صلی الله علیه و آله است که در روز قیامت افتاب با ما 20 سانتی متر نزدیک میشد، مثل با مقدار یک وجب، و مسلمان ها در همون حالت سایه میجویند که در کدام سایه ما رفته خودمون اجرا کنیم. آدمایی که در روز قیامت میگن افتاب روز چقدر از ما دور است، ما گرمی اگر شود چقدر ما سایه میجوییم کنیم. در قیامت 20 سانتی متر هم افتاب با ما نزدیک میشه و در همون گرمی آفتاب سایه می‌جوید. در همون حالا با رحمت الله تعالی سایه پیدا می شود که در حدیث پیامبر آمده است که سایه که مگر سایه الله تعالی. در همون زیر سایه دو صف آدم صف میکشند، یک صفش پیغمبرا و چی هستند شهیدا و یک صفش انسان های عادی هستند. و شهیدا و پیغمبرا سوال میکنن که این گروه کی می باشند؟ پس ملائکه خبر میدن این هفت گروهی هستند که همیشه کارهای عملهای نیک در زندگیشون کردن. از همون گروه یک چند تاش رو به شما مثال میارم. در ویدیوهای پیشین گفتگی هم همین هفت گروه رو با پروژه در محیط کبر است که انواع هست ویدیو هست، اما اینجا یک چند تاش به شما مثال میارم به موافقه همون ویدیویی که برای خواهر گنجینه وانش شده کردم. هم کسی از ما به خاطر الله تعالی کسی رو یاردم میکند که مثال کسی رو به خاطر الله تعالی یاردم میکند، کسی رو به خاطر الله تعالی دوست می‌دارد، کسی رو به خاطر الله تعالی چی میگن دلتیی میکند، سخنهای خوب میگوید. همین یک گروهش همین انسان ها هستند در زیر هم سوی خداوند میخیزد. به خاطر الله تعالی کسی را ما یاردم کردن کار آسانی است که مثلا هست، مثلا یک سخنی خوب گفتن، دلتیی کردن در وقت دشواریش، مثلا چی میگن در برش بودن. من میخواهم گنجینه‌بانو دشواری دارد که مثلا خانه ندارد مثل من، شوهر ندارد مثل من، کودکانش رو مثل من خودش تنها به وای میرساند. بعد مادرش رو اینچنین نگاهی میکنه. من پدر مادرم را الحمدلله که سایه شده بودن در زندگیشون مثل مانندی من هست. من او را همچون مسلمان و همچون همزبان، هموطن، هم میهن و همچون جنسی زن او را حس کرده برایم خواهر ویدیو کردم و از شما خواهش کردم که او را دستگیری کنید. انشاءالله که دستگیری میکنیم. در این حدیث رو باید که ما پیروی کنیم، ما باید که قرآن رو پیروی کنیم و سخن پیغمبر ما پیروی کنیم. پیروی کردن با سخن نه، پیروی کردن با عمل. میگه که علم تو با عمل شیار گرده قد تو یک هزار گرده. ما باید که به شما رسانیم که در حدیث پیغمبر مثلا چی اومده است. یعنی که یک گروه از همون هفت گروه همون انسانی هست که دستگیری میکنن به خاطر الله تعالی، دوست می‌دارن همدیگری رو و سخن خوب میگن و کلمات قبیح در کامنتری نمی‌نویسن. هموطن عزیز التماس از شما سخن قبیح ننویسید. در یگان کس نسبت سخن قبیح بکنم در روایت سوره یاسین آمده است که دست پا و پاهایشون شهادت میدن در روز قیامت هر آنچه عملی کردن، هر کاری که کردن. خب انا کن در این گروه دیگرش این است که این گروهش به شما چنین بکنم باید بیارم. کسانی که صدقه میتیند دست راست میتیند دست چپ نمیفهمد چگونه. به شما مثال آورده بودم که یک شب من در خانه برادری خوردی مهمون شدم و کلدم گفت که کودک میدگی پمپرس نداره. من گفتم مغازه میکشور ساعت داره. گفتم دختر چند بار اومدیم برای رفتیم خرید کردیم از مغازه که بار اومدیم یک ماشین برای ما رفته است. اپا با کجا میریم؟ ماشین گرفته بریم. گفتم راه دور نمیریم اینجا نزدیک میریم. بعد گفت که اپا پول گیریم. گفتم ما با پول احتیاج نداریم، پول گیریم در حق ما دعا کنیم. دختر چند گفتن که پول دست کش که حتی من آدم نگاه نکردم شب طوری در درون ماشینم هست. ببینید و چگونه یک صدقه کرد که بغیر از الله تعالی رو کسی دیگر ندید. انا همین است که صدقه میگن دست راست میدید دست چپ نمیبینن. دویم گروه سیم گروهش میگم باقی مونده در ویدیوی من هست. ویدیوی من رو جستجو کنید در محیط دکتر اول هست. همه گروه با پروگرام ما بهشون فهموندم. سیم گروهش این مردی است که به او زن میگوید که مثلا که به زینو دعوت میکنه و مرد میگوید که از خداوند میترسم و این کارو نمیکنم. بله انا میکنم. اگه در اصل برعکس شده است و شما مثال آورده بودم که یک مرد در همین شهر ما من طلب کردن که اومده سیم های چی میگم برقی برو کندن اومده است درست کند. او زینو دعوت کرد. من گفتم من از خدا میترسم. من رول مرد رو بازیدم و اون رول زن رو. در این حدیث مرد رو در نظر داشت که مرد اگر گوید که زن رو که زن اگر گوید مرد رو که به زینو دعوت کنه مرد میگه از خدا میترسم، اما مرد دعوت کرد به زینو. من از خدا میترسم، از خدا میترسم رو نصیحت کردم. انا این گونه هموطنان عزیز همین حدیث رو به شما گفته بودم که در سایه که مگر سایه الله تعالی در آن وقت پیدا نمیشه و در آن دو صف میگوشن. یک صفش شهیدای پیغمبرا در یک طرف صف میکشن و در طرف دیگر رو برای آنها این هفت گروهی که عملهای اجرا کردن که
он сӯяро аллоҳ таоло ба онҳо насиб мегардонад иншоаллоҳ. Миннатдорам аз шумо.